فعلا هم یکی از دخترها بسیار ناز، قندول و بسیار لایق با خود دارم. یک خواهرک ما هست در کنار ما، ستایش جان، که امروز با ما اجرای شعر و ترانه خواهد داشت. همسنفی ما هست، در مکتب یک جای درس میخوانیم. همونطور است؟ سلام، صبحت بخیر. صبح ما بخیر است انشالله. چطور هستی؟ خوب هستم. جان جور است؟ آمادی بخیر؟ صنف چند هستی؟ صنف دو. صنف دو؟ مرا خوش شناختی در پلیس صنفتان هستم، صنفیت هستم نه؟ دیدی مرا؟ ندیده بودی؟ اوه ای بالا. خب بسیار چی میشه؟ میگه زیاد لایق هستی در مکتب؟ ها؟ نامت ستایش چقدر مقبول است، نامت لباسکای چقدر مقبول است. این مادرجان برات خریده؟ بیشک والا. پدرجان مادرجان تشویقت میکنه. امروز با ما چی آوردی در برنامه؟ دو تا شعر کرده، دعای قنوت. بیشک دعای قنوت هم میخوانی. بین از دعای قنوت شروع میکنیم. بخوان تو امور با ما که چه قسم میخوانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی لک الخیر نشکرک و لا نکفرک نخلع و نترک ما یعبدک. اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد الیک نسعی نعبد نرجو رحمتک نشاء عذابک نذبک برحمتک الملک. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی عالی خواندی. کی برات یاد داده؟ این در مدرسه یاد گرفتیم. در مدرسه؟ مرام در مدرسه تان میگیره؟ ببر مرام یاد بده کم کم نه؟ تنها میری اوجه؟ نه. کتی کی میری؟ که دختر کاکای. خواه وام یاد داره؟ وام یاد داره؟ تو برش یاد دادی یا استاد تان؟ نه ما درس خواندیم. بیشک. در مکتب چند نمره هستی؟ گروپ الف آمدیم. در گروپ الف اینا ماشاءالله لایق هستی بالا. گروپ الف دیگه کلش اول نمره است. همونطور است؟ کدام مضمون زیاد دوست داری؟ قرآن کریم. قرآن کریمه. در مکتب هم قرائت میکنی؟ قرائت باز سوره ها را از پیش پرسان میکنه، دعای قنوت میخونی برشان؟ نه باز اونجا ساعت یکان تو باز میخوان باز. خواه بیشک. کدام استاد از زیاد دوست داری؟ ارسشه. ارسی استاد تا نه؟ خب کدام مضمون گفتن که قرآن کریم از زیاد دوست داره؟ خارخوانده هم داری دیگه؟ زیاد داری یا کم؟ زیاد. چند دانه داری؟ خودت از دیگه حساب نه. چی میگی؟ خیلی زیاد داری ولی خارخوانده های دیگه. زیاد دوستشان داری؟ بیشک. شعر برات اول بگو کی یاد برات داده؟ شعر یک دخترک از خورد از مکتب میخوانم، ما گوش گرفتیم باز یاد میگیریم. اوه بیشک، از گوش گرفتن از او یاد گرفتی نه؟ خیلی خوب. تو بیا همین شعرم با ما یک دکلمه داشته باش. رسم دنیا در همین از آن قیامت رفته نیست، بعد رفتن نامونه کس بر زبان ها مانده نیست. تا توانی خلق را از صدمه جان بازخوان، بعد رفتن نامونه کس بر زبان ها مانده نیست. تا توانی خلق را از صدمه جان بازخوان، آنکه بالاتر نشیند آخرش افتاده نیست. ماشاءالله ماشاءالله. آن که بالاتر نشیند آخرش افتاده نیست. چه خوب شعر خواندی، چه خوب شعر دکلمه کردی. بسیار خوشم آمد. مرام یاد بده پسان که برنامه خلاص شد حتما مرام یاد بده. خب تو نری نمیمانم که بری تا مرا یاد نتی. صحیح است؟ بسیار خوب. شعر دیگه هم داری؟ بخوان به ما او را. در تمام عمر گشتم و جایی دیگر نبود، مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جدا است، مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جدا است. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جداست. واقعیت حرمت مادر جداست. مادرت از زیاد دوست داری؟ ما مادر خود از زیاد دوست دارم. مادرت هم تو را دوست داره. دیگه بیادرک خورد نداری؟ همین خورد خانه خودت هستی؟ زیاد نازدان هستی حتما. شوخی میکنی در خانه؟ نمیکنی؟ میگم بی خورترکو که در خانه شوخی کنه بازی چیز نمیگیش، پدر مادر برادرای کلالتش نمیکنه، چیز نمیگه. بخیال من تو شوخی میکنه هیچ کس چیز نمیگه نه؟ چیز نمیگه کس؟ خب بسیار خوب بسیار خوب. چی پیام داری به عیزا، به
اطفال دیگه و همسن سالایت بر رفیقای چی پیام داری؟ درس بخوانن، شعر یاد بگیره، ترانه یاد بگیره. راستی دیگ پختن هم یاد داری؟ کمک میکنی در کارهای خانه؟ چی کارا رو میکنی در اوجه؟ ظرفا رو میشویم دیگه، بعد یعنی چی میکنم، یعنی درس میخوانی؟ درس میخوانم، نشتای ما میکنم. لباسا رو ششته نمیتونی دیگه، لباسشویی نمیتونی دیگه، لباسا رو میتونی بشوشته؟ شاید این چادرک خودت هم خورتنه خورتنه چیزا رو بشویی، کلانا رو کی میتونی؟ کمپل ششته میتونی؟ نمیتونی، نه کمپل برداشتن نمیتونی. کمپل تنها جای حرکات میکنم دیگه، باز کمپل خو چی میکنم، یعنی لغت میکشم، لغت میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. تخم پخته میتونی؟ یک تخم پخته میتونی؟ نیم میشه در روغن مفته خلاص میشه؟ کدام غذا رو پخته میتونی؟ یا موارد تنها در خوردن لایق هستی؟ در خوردن خیلی کدامش خوش داری؟ در خوردن باز زاد آشک خوردن. آشک و چیزای خمیری رو به شک والا من تو رو هم خوش داری، آشک هم خوش داری، آش خمیری رو هم خوش داری نه؟ آش وطنی که است. آش از دیگه چیز هست میگه همکارا میگه هدف ما آش بود که در خانه تیار بشه. خب خیلی خوب، ما هم در خوردن زیاد لایق هستم در خوردن رفیق هستی بردگی ما، صحیح است؟ انشالله که برنامه خلاص شد یک چای صبح هم برای من و جان که صحیح است دیگه. خیلی تشکر از حضورت، خیلی خوشحال شدم که در برنامه آمدی، انشالله موفق باشی. تشکر از خودت.